سلام، روزتون بخیر. پیمان پیروی هستم، خوشنویس و هنرمند در زمینه نقاشی خط. نزدیک به 39 ساله که فعالیت میکنم در زمینه هنری و مدرس انجمن خوشنویسان هستم و مدرس دانشگاه. در نمایشگاه‌های زیادی شرکت کردم، شاید بیشتر از 500 نمایشگاه گروهی حضور داشتم و نزدیک به 15 نمایشگاه انفرادی هم در ایران و خارج از کشور ایران من نمایشگاه داشتم. در ارتباط با اثری که پشت سر من ملاحظه می‌فرمایید توضیحاتی میخوام عرض کنم خدمتون. عنوان این اثر هست رندان بلاکش. 2 بیت، معذرت میخوام 3 بیت از یکی از غزل‌های حافظ انتخاب شده که این 3 بیت به صورت سیاه مشق اجرا شده، حالت سیاه مشق فرمیک و به صورت مورب و با استفاده از الوان‌های نقطه که شاید بشه گفت خیلی از راحت ترین عناصر خوشنویسی محسوب میشه و فقط در خوانش بیشتر استفاده میشه. من سعی کردم از فرم نقطه استفاده بکنم، فرم پذیری بیشتری بهش بدم توی این اثر. متنی که توی این تابلو استفاده شده و به کار رفته این 3 بیت هست که خدمتتون میخونم. نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این 3 بیت با دانگ‌های مختلف قلم از دانگ کتیبه گرفته تا دانگ قلم کتابت به صورت پراکنده توی این تابلو کار شده. این تابلو روی بوم اجرا شده، بوم فری اسید یا بدون اسید که بوم دیپ هست، دیپ 4 سانت، همراه با قاب مدل جزیره‌ای یا مدل واژگون. ابعاد این اثر 1 متر در 1.5 متر هست. یک اثر بسیار زیبا مخصوص فضاهای بزرگ. دوستانی که علاقه‌مند هستن این اثر رو در اختیار داشته باشن و تهیه بکنن میتونن به سایت من مراجعه کنن به آدرس www.peymanpeyravi.com یا به پیج اینستاگرام من مراجعه کنن و اعلام حالا خرید این اثر رو داشته باشن. اگر هم دوست دارن که تصویر این اثر رو با کیفیت بسیار بالا داشته باشن میتونن در پیج من سفارش بذارن، اعلام کنن، ابعاد کار رو بگن و این کار براشون آماده میشه به صورت عکس دیجیتال و قاب شده بهشون تحویل داده میشه. امیدوارم همواره سلامت باشید، موفق باشید و هنر در راستای زندگیتون باشه. مرسی.